میخوای بدونی چقدر قسط داری یا چقدر از اقساطتو پرداخت کردی؟ پس با من همراه باش. بهت قول میدم این پست خیلی برات مفید باشه. پس حتما این پست رو لایک کن، کانال ما رو سابسکرایب کن و زنگوله رو فعال کن. سلام، من آیدا مهرافشان هستم. امروز میخوام یه روش خیلی راحت و کاربردی رو بهتون معرفی کنم که از وضعیت واماتون باخبر بشید. دیگه نیازی به کلی محاسبه کردن و چک کردن صورت حساباتون نیست. با استفاده از اپلیکیشن 124 خیلی سریع و آسان میتونید از مبلغ پرداختی، تعداد اقساط باقی مونده و حتی تعداد وام‌های فعالتون مطلع بشید. فقط کافیه اپلیکیشن 124 رو از بازار و فروشگاه‌های معتبر دانلود کنید و وارد اپلیکیشن بشید. گزینه استعلام تسهیلات رو انتخاب کنید. شماره موبایل و کد ملی خودتان را وارد کنید و روی گزینه استعلام کلیک کنید. کد احراز هویت را وارد کنید. مبلغ قابل پرداخت جهت استعلام را پرداخت کنید. روی گزینه مشاهده جزئیات کلیک کنید و در حال حاضر شما می توانید تمام اطلاعات وام ها رو بررسی کنید.